بیای بگی من خواهان حقوق برابر با مردها هستم، به شخصیت خودت توهین کردی. من مثل تو میتونم یه شکم بزام؟ من میتونم مهر و عطوفت مادرانه داشته باشم؟ من میتونم بیرون خونه کار کنم، داخل خونه کار کنم، بچه‌هارم ترخوش کنم؟ من میتونم در مورد یه موضوعی حرف بزنم و همون لحظه 100 تا مسئله دیگه رو توی ذهنم هندل بکنم؟ من میتونم مثل تو درد و تحمل بکنم؟ پس چرا خواهان حقوق برابر با مردهایی؟ نمیخوام اسم اون جریانی رو بیارم که باعث شد زنها جلوی مردها وایسن، ولی یادتون رفت که حق و حقوق شما خیلی بیشتر از این حرف هست. خانوما، هیچ وقت به یه مرد فمینیست اعتماد نکنید. سیمپ بودن و شروین بودن اشکال نداره. اون سیمپ و شروین بدبخته، ضعیفه، فقیره، مستضعف جنسیه که داره تلاش میکنه به پست برسه. ولی مرد فمینیست شیاده، فریبکاره، متجاوزه، گرگیه در لباس میش.